ایران خودرو بالاخره SUV لوکس خودش رو معرفی کرد. اسمش رو گذاشتن سفیر R7 که در حقیقت هونگچی HS3. امروز قراره که بهتون بگم چه چیزایی داره. اولین چیزی که چشمو گرفت، از هونگچی هم انتظار میرفت صندلیای بسیار نرم و راحت. یه نکته جالب تو هونگچی از هر چی که سرعت میره بالاتر، سیستم صوتی صداشو میکشه بالاتر. بعدی نی. بریم سراغ متریال داشبورد. سافت تاچه. فرمون هم چرمیه، سافت تاچ، پلاستیک. چرم صندلی ها هم عالی. فضای عقب بسیار جادار، راحت، فاصله سر با سقف عالیه، یه سانروف بزرگ 2 تیکه هم اینجا کارو تموم. فضای بار نسبتا مناسبه و کیت پنچری. بریم آنتی ترپش رو تست کنیم. اما موتور چه خبره؟ همون 1.5 لیتری همیشگی و یه موتور برقی. 292 حصه بخار میاره سر چرخ که البته مجموع دوتا نیروی موتور برقی و موتور بنزینیش نیست. یه چیزی میانگینشه. اما گشت آورش کاملا 340 نیوتن که از موتورهای برقی به چرخ میده. سفیر یک اسم لوکسه و خب این ماشین هم قراره یه ماشین لوکس باشه. در طراحی هم همینطوری هست. همونطور که می‌بینی جلو پنجره آبشاری بلند که خیلی زیباست و در نمای پشتم گرافیکای چراغش رو خیلی دوست داشتم که واقعا به این ماشین اومده.